پژمان جمشیدی بازیگر و فوتبالیست مطرح ایرانی به کانادا رفت. بعضیا میگن که فرار کرده، بعضیا میگن فقط یه سفر خانوادگیه. اما واقعیت پشت این ماجرا چیه؟ با من تا آخر ویدیو همراه باش تا برات توضیح بدم. ماجرا از اونجایی شروع شد که پژمان جمشیدی به اتهام آدمربایی و تجاوز بازداشت شد و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. اگه میخوای در مورد جزئیات دستگیری و آزادی پژمان بدونی، لینک ویدیوش رو برات توی دیسکریپشن میذارم. چند روز بعد او کشور رو ترک کرد و از ترکیه با پروازی مستقیم به کانادا رفت. خیلیا گفتن این خروج یعنی فرار از پرونده قضایی، چون بین ایران و کانادا هیچ توافقی برای استرداد مجرمان وجود نداره. یعنی اگه کسی در ایران پرونده داشته باشه و به کانادا بره، بازگردوندنش تقریبا غیر ممکنه. به گفته خواهرش مامک جمشیدی این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و پژمان فقط برای دیدن خانواده رفته. وکیلش هم توضیح داده که هیچ ممنوع الخروجی برای پژمان صادر نشده و تاکید کرد پژمان هر زمان که لازم باشه به ایران برمیگرده. نهایتاً ممکنه اتهام رابطه نامشروع مطرح بشه، نه تجاوز، که اون هم به احتمال زیاد تبرئه میشه. خود پژمان هم با انتشار یه استوری از طریق صفحه دوستش دکتر چلبیانلو در مورد خروجش از کشور گفته من تمام اقوام درجه یکم مثل پدر و خواهر و برادرم خارج از ایران زندگی میکنن و نزدیک به 10 ساله نتونستم به ملاقاتشون برم و الان واجب ترین وظیفه‌م اینه که بعد از این داستانها به دستبوسی پدر عزیزم برم و بگم که این داستانها دروغه و به شکلی که مطرح میشه نیست و پسرش همون انسانیه که توقع داره. من به صورت قانونی برای مدت کوتاهی از کشور خارج شدم تا خانواده‌مو ببینم و خیلی زود برمیگردم به کشورم، به جایی که همه چیزش رو دوست دارم و میپرستم و شک نداشته باشید که من تا زنده‌ام خونه و خاکم رو با تمام دنیا عوض نمی‌کنم. اینو گفتم که شما عزیزان بدونید که چرا رفتم. در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و هر زمان که منو احضار کنن من پیروی خواهم کرد. پژمان جمشیدی برای دکتر چلبیانلو یه وایس فرستاده و گفته هیچ دفاعی از خودم ندارم، چون میدونم که بالاخره حق به حقدار میرسه. هم به انسانیت خودم هم به حضور خداوند ایمان دارم و تردید ندارم که مثل همیشه حق به حقدار میرسه. بدترین گناه دنیا رو هم بکنم، دوست دارم در سیستم قضایی کشور خودم و در پیشگاه مردم خودم قضاوت بشم. من بدون تردید برمیگردم کشورم، کجا برم، و بعد از که خانواده‌مو دیدم برمیگردم و تازه شروع می‌کنیم به گرفتن حقمون. یه عده معتقدن این سفر با توجه به شرایط پرونده اصلا طبیعی نیست و او حتی برای آروم کردن ماجرا هم که شده نباید به کانادا میرفت، ولی او با رفتن به کانادا مهر تاییدی زد بر اتهاماتی که بهش وارد شده. او یه اقدام رو انجام داد که اگه اتهاماتش ثابت بشه و مجرم شناخته بشه دیگه به ایران بر نگرده و به راحتی فرار کرده باشه. اینجا یه بحث دیگه هم مطرح میشه که خیلی از مردم بهش اشاره میکنن. چرا جامعه ما با چهره‌های معروف مهربون‌تره؟ یعنی وقتی یه هنرمند یا سلبریتی درگیر پرونده میشه خیلی‌ها سریع میگن براش پاپوش درست کردن و دلسوزش میشن. اما اگه همین اتهام برای یه آدم عادی مطرح بشه همه زود قضاوت میکنن و دنبال مجازاتشن. یه سوال دیگه ای هم که زیاد پرسیده میشه اینه که چطور ممکنه بعضیا با یه پست ساده در شبکه‌های اجتماعی ممنوع الخروج بشن اما یه نفر با چنین پرونده‌ای به این راحتی از کشور خارج بشه و حتی بره کانادا؟ قضیه بسیار مشکوکه.